من دیشب برام 1,200 یارانه دولت ریخته، خدایا شکرت. امروز رفتم با 1,200 یارانه 300 تومن دیگه از جیبم گذاشتم روش، یه کیسه خوراک مرغی خریدم. سلام بر یارانه، سلام بر کالابرگ، سلام بر سهام عدالت. برای اینا ببین، برای اینا ریدم توی اقتصاد، ریدم توی درآمدزایی، فاتحه بخونم توی تورم. یعنی باور کن یارانه ای که برا من ریختن هزینه شکم اینا توی 1 ماه نمیشه. بعد من با یارانه چه غلطی بکنم؟ بگین خدایا شکرت یارانمون قد نشد، کالابرگمونو میریزن. نوش جونتون.